حضرت مولوی روم یک قصه آورده است در فراویز صحبت. انشاءالله همه قصه را براتون بیان میکنیم و بعد دست به دعا میبرداریم تا جمعه دیگه انشاءالله، بعد نماز شروع میکنیم. حضرت در مثنوی شریف آورده است عاقل میرفت بر اسب سوار، عاقل میرفت بر اسب سوار، در دهان خفته میرفت مار. یک مرد عاقل بالای از سوار میرفت است، ناخواست دید که در زیر یک توت یا مردک به تخته پشخوی همه خمانده هست که دهنش با هوی کرده است کشاده، بعضی ها در همه خواب شد دهنش هوی و یک مار اومده است او را خیال یکون سوراخی موش کرده در همه دهن در اومده است. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تاره ماند مار را فرصت نیافت. این بیچاره شتابان دوید اومد که از دم مار بکشه ای دهنش ببراره که دیگه دستگیر نکرد، خانه سوخته مار در اومد برفت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوس قوی برخفته زد. این مردک بسیار مردک عاقل بود است، این عقل پیشروی دولت است. باور کنید همه کسایی که به شب ختم قرآن بگیرن مردم به عقلن، آینده شون فکر میکنن، آخرت شون فکر میکنن، میدونن که این خوی لعینه در همون گورم بدست میاری. مرده هم فکر قیامت داره، این چقدر شما تشنه خوبه. مرده هم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است. همه مرده ها ای خواب بزار شدگی هم میگن که قیامت بشیده باشه. این شما قدر میلی به خواب داره که ای ختم قرآن خودتون محروم میکنه. میگه از بس که بسیار به عقل بدی مرد آمد همون آدم خواه به گرز یک دت دهنی مقعدش کوفت، دقل کرده بگیم یک دت دهنی کونش زد، او را در سرش بزنه سرش میده میشه آخی. برد او را زخمی آن دبوسی سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. سیب پوسیده به سیبت ریخته. بیچاره ای خوش پرید خیست که یک آدم به خشم غضب یک گرز آهنی در دستش کوفته است ایرا. دو بینکت بزنن که تنت میسوزه و به گرز آهنی بزنن. وقت تصور کنی حال شد همین دو سه تایزد بیچاره جان جوری خدایی گفته گریخت. او مردک از سوار یاخیده بالای اسب سر کرده آوردش پیش کرده تا یک درختی سیب بده است. همین سیبی پوسیدگی که ریخته در زیر درخت خرشیدگی. سیب پوسیده به سیبت ریخته، گفت از این خر ای بغم آویخته. سیب چندان مرد را در خور داد، که از دهانش باز بیرون میفتاد. بعد کفتشه بخ سیبا بیچاره همین دسته گرفته در دل اینجش پر کرده و سیب خورده است. همین قدر سیب خورد با سیب پوسیدگی بیزه بیاخی دیگه ای دهانش گشته است. وقتی شکم پر شد همین سرخ روده هم یک معیار داره، از سرخ رودش دیگه بعضش خارج شد. بانگ میزد که امیر آخر چرا قصدی من کردی؟ چی کردم من تو رو؟ بیچاره دیگه داد جور میگه که من تا چکارت کرده به امیر؟ چی قدر جور میکنی؟ چی قدر عذابم دادستی؟ گر تو را زسل است بر جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. آخی خونه سوخته یکان قصد داری یک باره بزن بکشم خلاص شم. تو شیخ عذابم دادستی؟ به جنایت به گناه به بیش کم ملحدان جایز ندارن این ستم. آخی خانت بسوزه گفت که من یکان جنایت نکرده باشم، یکان گناه نکرده باشم، همون کافره که کافره این ستم روان همه داره بر یک آدم بیگناه. تو چی کلی مسلمانی؟ هر زمان میگفت اون نفرین نو، اوش میزد کندرین صحرا بدو. بیچاره او حقارت کرده است این میکوش که بدو که در همین صحرای کشاد بیچاره را دوونده است، شکمش پر خودش جانش برمده است، این شپیده است که بدو در بالا از سواره آخی.
تا شبانگه میکشید و میکشد تا نمیشه و کورا بخیل بود. تا شبانگه تنبله که در خواب دیگه دهش جمع کرده نمیتونست تا شب بیچاره را این جون هم قشریلی هست که تا شبانگه میکشید و میکشد تازی صفرا قی شدن در وی فتاد. دیگه دل شورید زردجوش شید. بعد قیش اومد شکم شوریدن گرفت. زوبر آمد خورده ها زیشت نکو مار با آن خورده بیرون جست از او. وقتی که دل شوریده ایته زردجوش شید که زد زور همو خوردگیش همه برو مدن او سیوای پوسیدگی مار هم قطعا زردجوش کشیده او تلخه میبرویه بسیار بیزه بیاخی مار هم وقتی او تلخی و تمچی را دید ای زهری خیچه بیزه دوید او را گریخ برو مد بیرنده زد. چون زی خود بیرون بدید آن مار را لابه میکرد آن نکو کردار را. وقتی دید ای دهنش مار غلطید بعد فهمید که این مردک صالح برای چی میزد است این خزغوبش میداد است. بعد به قدر نعمت نیکی این مردک رسید. بعد اومد در پیشش زاره و جگیر سر کرد که مبارک ساعتی که دیدیم مرده بودم جان نو بخشیدیم. صد شکر خدا گفت که هرچی تو را دیدیم آدمی به عقل بدای یگون اخمق میشیدی پروانه میکردی یا برا بیدارو میکردی که در دهانت بو رفته است یا تلخم میکفید میمردم. خدا عمر تدراس کنه گفت میبخشی که ما نفهمیدیم ترا دشنا معقورت کردیم حال اون که ترا همین را بکار به فایده و سود ما انجام میداده به خاطر ما میکرده به حضرت نصیحت مو میکنه. خرگریزت از خداوند از خری صاحبش در پی زینک و گوهری. همین خری خانه سوخته را ببینه ایروی به عقلش ای صاحبش میگریزه بگه اغل نمیاد میگریزه در کوه دشت بیچاره صاحب ای قفاش ایروی اخلاقی نیک نست پی سود و زیان میجویدش بلکه تا گرگش ندرد یاددش. برای چی همون خری پعته میکوه مبودو در قبی یگون گرگ نخره با این خری ملعون گرگ ببینم که شاخه بشه که دیگه آوازش نمیبروید تو یگون گرگ نخرش بیچاره صاحب شو خو نمیکنه و همون خری لعنتی را در جنگل میکوه که کجا شیده باشد. وقتی که سخن سخت از جانب شارع میشوه از جانب واعظان میشوه عقلتون کار بفهمه که به فایده شما ای وانا نمیفورم که گپ شیرین بگم تعریف توصیف تو کنم اقان تبزن فلانی بعد تعریفت که کردم البته میاری یگون سودکیسم لغت میکنی اخی نمیفورم نیکی همی کار به فایده و منفعت و که هست سخت میکنه میگم از برای خدا. همون مسئله کسایی که ای ختم قرآن میگریزن مسئله خری را میمونه که ای صاحبش میگریزن به خط بیایه. در زمین دیگران خانه مکن کاری خود کن کاری بیگانه نکن. ای مردی عاقل مسلمان در زمین مردم بیگانه خانه نکن که خانه تا یه روز نه یه روز چپه میکنن. تو برای خودم محنت کن برای بیگانه را چی محنت میکنی؟ آدمی با عقل در زمین یک کس دیگه خانه میکنه. کیست بیگانه؟ تنی خاکی ای تو که از برای اوست غمناکی ای تو. همون بیگانه انمی تنی خاکی ای تو های بچه 5 کیلو خراب شیدم در نماز استادم زورم اومد ای سرت مونه ای بیگانه های ای را تو چی آباد میکنی؟ برای کرمای لحته؟ برای کرمای لحت همون 2 استخونه که در تنش گوش چسبیدگی ای بس ای تا تو تن را چرب شیرین میدهی گوهری جانت نیابد فربهی. تا وقت تو ای بدن پرورش میکنی هیچ وقت روحی تو تربیه نمیابد. داملا احکام الدین قصه کرد گفت سالی 2004 حج رفتیم گفت یک چند شیخ ها قطعی مولای در دستا تسبیح حضرتا تسبیح گردونی را بسته میکنن در کوچه بازار رفته استیان تسبیح دستشو میگردونن هم شیخان میره میگه در حرم خواب بود نمیکنن شما خواب کنی اومده آخی خواب که میکردی هم قشلاقات و ساز بود ای نمیره نماز در حرم بخوره و در دوشنبه ایتا شیخی و رو تو درگور در اینجا اومده خواب بود نمیکنه نمازی را که 100,000 فضیلت داره ترک میکنه. با یه روز میگه گفتن خیلی برمو بامداد میگه رفتیم نماز خوندیم هیچ را ندیدین آخی خواب بود نکنی چی را ببینی
برآوردمشون میگم سیم تاش تای افتابی گرم با استا گرفتم هیچ جورا نمیدونن تا نماز پیشینه بعد پیشین پیشو میرم همین قدعای بده میکنن خدا جوانه مرگت بکشت چکو کردی مورد تای افتاب پرتوفتی حتی همون راه را نیفتیان که ای سیم قبط سیم بعدیم بفرویان اخی درم تای افتاب ششتیان ایتمو را کشتی گفتو بیمار داری نماز بخونه شما را مجبوری در همین جمعه تو نکنن نمیسته با اختیاری خطو اخی آنمی تو زمانی که تنپروری و خواه دوست میداری هیچ وقت روح تربیه نمیوبه گرمیان مشک تن را جا شود وقتی مردن گندی آن پیدا شود اگر همی بدن مرده را در بین مشک عنبر هم بگی یه هفته پس بوش تمام علما میگیرن هیچی فایدهش نمیگیرن مشک را بر تن مزن بر جام بیمال مشک چی بود؟ نوری پاک ذوالجلال این مشک در تنه نشک فایدت نمیکنه مشک در جام بشک راه تربیه که مشک نوری پاک پروردگاره نوری خدا چیه؟ نوری خدا کلام خداه قرآن خداه که میگم من کلام حقم قایم بذات قوتی جان خورشیدی زکات نور خورشیدم فتاده بر شما لیک از خورشید ناگشته جدا متاسفانه وقتمونم تمام شد لیکن صحبت به اتمام نرسید اما گمان میکنم که برای فضل ثواب ختم قرآن و فضل ثواب قیام شب همه مقدارش هم کفایه میکنه انشاءالله هفته آینده در موضوع صدقات زکات صدقه فطر صدقات نافله فضل ثواب آن با شما صحبت خواهیم داشت پروردگار و صحبت من صحبتی مؤثر گردون نه از صحبت های بی تأثیر پروردگار او بنده هایی را که نادانسته از ختم قرآن گرفتن 10 روزی خودشون ضایع کردن حالی از پیش 20 روز دیگر است خداوند هدایت شو کرد محبت ختم قرآن در قلباش جا کن که بی طاقت گردن بیاین ختم قرآن همراه دیگر برادرای مسلمان انجام دهند و پروردگار او بندگانی را که به قدر ماه شریف رمضان نمیدونن نمیرسن عمر ضایع میگذرونن بعضی ها بی نماز هستند بعضی ها از روزه دور هستند خدایا خداوند هدایت شو که زیرا اگر در این ماه شریف رمضان که شیاطین زنجیر پیچ هستند هدایت نیابند یا وقتی مرده شد دیگه هدایت نمیابند خدایا خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده رمضان بزرگ و قرآن عظیم شأن را شفیع و مشفع ما فردا روز قیامت گردان و پروردگار را مساعدت فرما که در ماه شریف رمضان در طول یک ماه طاعت عبادت یک غلام بدست غلام زنگی غلام یک یهودی گوسپند میچراند است وقتی دید که یهودی ها همه سر تا پا مسلح شده ایستادیان و تیار شده استیان سوال کرد که چی واقعه شده است گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم با لشکرش آمد گفت این محمد کی است گفتن یک شخصی که دعوای پیغمبری کرده است یهودی ها گفتن در دل همین مرد خداوند یک نور انداخت گفت کنی ابرم تحقیق کنم همه گوسپندا را پیش کرده آمد به لشکر مسلمانا و دلش صاف که دارد پروا ندارد آدم دلش صاف باشه همه را مثل خود حساب میکنه و دلش سیقل دار آمد گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم یهودی ها گفتن که تو دعوای پیغمبری میکنی گفت بله من پیغمبر خدا هستم گفت ما را به چی دعوت میکنی گفت به این که خدا را پرستش کنه در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نگردانه به پیغمبری من ایمان بیارید گفت اگر من همین کار کنم به من چی میرسد گفت در این صورت خداوند تعالی در جنت المأوا مستقر میگردونه این مرد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله یا رسول الله گفت همین گوسپندا در دست من امانت اینا چیکار کنم اگه شما تصور کنه که مسلمان ها خودشون گرسنه احوال گفتم حتی در روایات اومده است که یک یهودی یک دنبه بو گرفتگی گوسپند از بالای قلعه پرتاید همون مسلمان ها گرفتن استعمال کردن گشنه بدن
اما امانت که گفت، غلام زنگی گفت که این امانت هست، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر امانت باشن گوسفندا تا پیش و پیش کن بر در وادی حسبا رهاشو کن، انشالله خداوند به صاحبشو میرسونش. و همه غلام زنگیرم گوسفندا را آورد در وادی حسبا رها کرد. گوسفندا راه خونه‌شو نمیدونن کو، سراسیمه طرف قلعه آمدن و همه یهودی را فهمید که غلامش مسلمان شده بود است، اما تمام گوسفندا را به دستش دادن. از برای خدا شما یک اندیشه کنه که چقدر عدل، چقدر جوانمردی، چقدر امانتداری امروز چی درد رسیده است. برادر به برادر خودش باور نمیکنه یک چیز امانت بگذاره. اینقدر خیانته که در امانت میکنیم، اینقدر حیله و نیرنگی که در جامعه هست. بعد این میگیم که کمبغلیم، قشاقیم، زندگیمو مشکل میگذرد، کارمو برار نمیگیره. از کجا برار بگیره وقتی که بنام مسلمانیم، مسلمان جغرافیایی هستیم، در صورتی که به فرمودهای خدا و پیغمبر عمل نداریم؟ از خدا بترسی برادرو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیت النفاق ثلاث، نشانه نفاق سه چیز است. سه چیز هر کسی ده باشه او آدم منافق است. اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. وقتی شخصی که سخن میگوید دروغ میگوید در سخن گفتنش. از برای خدا ما دروغ بیاویم بگید از گفتن راستی ما میکنیم، همه قدر دروغگوی شدیم حسابش گم. پیش رفیقت رفته است تلفنش میکنی کجا دایی یا جوی را نام او خدا جان تماس کنه ماشین تا اگانی اوراق حی کده استیان او تو چیزو رو تو ماده دارم اینجا دروغ بگوی. میگه تو همین درجه رو واقع امروز دروغ جامعه را فرا گرفته است. باز قسم میخورم بالای همین دروغاشو. وقتی که وعده بتا خلاف وعده کند، وعده خلافی نشانه منافقا است. و نهایت وزنین ترین کار اذا اؤتمن خان، وقتی به کسی امانت را دادن در امانت خیانت کند. ببینه یک غلام زنگیه که مسلمان شده است، جانش خلاص شده است از او یهودی، پیغمبر خدا را سوال میکنه که یا رسول الله همینا در دست من امانت چیکارش کنم؟ مقصد در دست تو تسلیم کنم چیکارش کنم؟ خودم بگیرمش. حضرت صلی الله علیه و سلم امانت داریش ببینه محمد امینه گفت بر در وادی حسبا رهاش کن. اگر چند مسلمان‌ها احتیاج داشتن، اگر همون را در جنگ میگرفتن، او غنیمت جنگی بود برای مسلمان‌ها را از شیر مادرشو حلال بود. اما وقتی که امانت است، او غلام به اختیار خود پیش کرده گرفته است آورده استش. ببینه که مسلمان‌ها تا کدام درجه در امانت وفادار بدند و خیانت نمیکردند. امروز هم اگر ما و شما در امانت خیانت نکنیم، اگر دروغ نگیم، حق برادر مسلمان را رعایت کنیم، برای مسلمان چیزی را که برای خود روا نمیبینیم روا نبینیم، انشالله پروردگار همون سطوت و بزرگی را باز از سری نو برای مسلمان ها عطا میکند. اما هیهات هیهات. غرض از همین قصه را آوردن اون است که ما و شما عبرت بگیریم بر رفتار و کردار رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ما و شما نیز تقلیدی داشته باشیم.